کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان با پخش اعلامیه مطبوعاتی خبر داد که 10 دکبر سال جاری در روبروی سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی بزرگ برگزار خواهد کرد. گردهمایی طبق اعلان کمیته با طلب آزادی زید سعیدوف، محمد علی حید و بزرگمهر یاروف که سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان آزادکنی آنها را طلب کرده است برگزار خواهد شد. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان از مقامات تاجیکستان خواسته است فهرستی کاملی همه کشته شده ها و زخمی های زندان رقم 3 شهر خوجند را نشر کند. همچنین از کشورهای دموکراتی درخواست کرده است از کمک‌های اقتصادی به رژیم تاجیکستان خودداری کنند. متن اعلامیه کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان به شکل زیر است. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان اعلام می‌کند در سنه 10 دکبر سال 2018 ساعت 10 به وقت محلی گردهمایی بزرگ شهروندان تاجیکستان در برابر سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار می‌گردد. درخواست این گردهمایی از مقامات تاجیکستان عبارت از این است که حکومت تاجیکستان باید فوراً درخواست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص آزادی زندانیان سیاسی، اساسگزار گروه تاجیکستان نو و وزیر سابق صنعت زید سعیدوف، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید و وکیل دفاع بزرگمهر یاروف که از 28 سال تا حبس ابد به زندان محکوم شدند. ما همچنین از مقامات تاجیکستان تقاضا می‌نماییم تا فهرست کامل همه کشته شده ها و زخمی های زندان رقم 3 شهر خوجند را نشر کنند. ما درخواست میکنیم تا همه عاملان این جنایت و افرادی که دستور قتل انسانهای غیر مسلح را داده اند مجازات شوند. ما از سازمانهای بین المللی دعوت به عمل می آوریم تا از مقامات تاجیک درخواست نمایند که گزارش کامل درباره این پرونده و اینکه چه کسانی در این جنایت ضد بشری گناهکار بودند و طبق قانونهای تاجیکستان مجازات گردیدند ارائه کنند. ما از شریکان حکومت تاجیکستان در اروپا درخواست می نماییم تا کمک‌های اقتصادی و مالی خود به رژیم امامعلی رحمان را قطع کنند. کمک‌هایی که برای تحکیم دموکراسی و برقراری امنیت داده می‌شوند اما حکومت آن را در سرکوب اپوزیسیا و دیگراندشان صرف می‌کند. از همه تاجیکستانیان مقیم اروپا و حزب‌ها و جنبش‌ها و علاقمندان به سرنوشت زندانیان سیاسی در تاجیکستان و نیز رسانه‌های گروهی و خبرنگاران خواهش به عمل می‌آید با اشتراک در این گردهمایی سهم خود را در رهایی زندانیان سیاسی بگذارند. با احترام کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان.